یکی از عجیب‌ترین و ترسناک‌ترین اماکن در استان مازندران واقع شده است. دریاچه ممرز در 12 کیلومتری شهر نوشهر است که درختان مرده و نیمه خشک در وسط دریاچه و مه که ساکن همیشگی سقف دریاچه است، با صدای حیوانات وحشی بر مخوف بودن هرچه تمامتر آن افزوده است. این مکان به طالاب ارواح مشهور است. استان مازندران به دلیل اینکه پذیرای مسافران زیادی از اقصا نقاط کشور میباشد، مکان جالبی برای دیدن است. البته اهالی منطقه تا به حال ارواحی مشاهده نکردند. طالاب ارواح سالها پیش دشتی پر از درخت بود. درختان این منطقه نوعی درخت از خانواده توسکا هستند که به مرور زمان با ایجاد سد در مسیر آبراههای این منطقه کل درختان به زیر آب می‌رود و یکی از ترسناکترین عجایب ایران را تشکیل می‌دهد. طول این تالاب 700 متر و عرض آن 300 متر میباشد. این تالاب وسط جنگل واقع شده است و برای دیدن آن حتما سعی کنید در زمانی که هوا روشن است و به همراه راهنمای محلی از آن بازدید کنید. گورستان جن در چابهار. گورستان جن از دیگر عجایب ترسناک کشور ایران است که در نزدیکی شهر باستانی تیز در چابهار واقع شده که به سد شهبازبند نیز معروف میباشد. قدمت این گورستان به 20,000 سال قبل باز میگردد. اهالی این منطقه بر این باورند که این سد را جنها و دیوها با همکاری هم ساختند و مکان مقدسی است که نباید به آن پا گذاشت. اگر حواس مسافران نباشد و پا در مسیر این سد بگذارند، جنها به سمتشان سنگ پرتاب میکنند و در صورت بی‌توجهی به آنها به سمتشان آتش پرتاب میشود. در این قبرستان قبرهای بزرگ و عریض با نوشته‌های عجیب قرار گرفته است که بر ترسناک بودن آن افزوده است. در نزدیکی گورستان قلعه جنی نیز وجود دارد که به دلیل نزدیکی آن به کشتی یونانی توجه زیادی به این منطقه نمی شود، اما این منطقه مرموز و ترسناک است. این گورهای باستانی در دل سنگ و در کنار هم از بالا به پایین حفر شدند و زمانی قبرهایی سرپوشیده بودند که حالا بیرون آمدند. عمر این قبرها به طور محتمل مختص قرنها پیش می باشد و به دوره یونانیان باستان برمیگردد. شبها و حتی هنگام غروب کسی جرأت رفت آمد به این منطقه را ندارد. گورستان ایستاده کودکان ارگ بم. از جاذبه‌های شهر کرمان میتوان به ارگ بم اشاره کرد که هر ساله بازدید کنندگان زیادی را به خود اختصاص میدهد. این مکان از عجایب شهر ایران به شمار میرود، چون از زمانی که زلزله بم رخ داده است، باستانشناسان و کارشناسان جسد مومیایی چند کودک و اسکلت چند نوزاد را در دیوارهای بلند این مکان پیدا کردند. آنها اسکلت 68 نوزاد و کودک را در لابلای دیوارهای خشتی و گلی ارگ دفن شده دیدند. در مورد داستان این بچه‌ها هم اختلاف نظرهایی وجود دارد. یکی از آنها قصه است که در بین مردم بم شنیده می شود. زمانی آقا محمدخان قاجار به بم حمله کرده و این شهر را 1 سال محاصره می کند، چون مردم راهی برای رفتن به قبرستان شهر نداشتند، چاره‌ای جز دفن اجسادشان میان سنگ‌ها نداشتند. برخی اهالی مسن این منطقه از داستان‌های ترسناکی درباره موجودات عجیب و غریب و راه و رسم کشتن بچه‌ها توسط آنها توضیح می‌دهند.